таваллути Тоҷикистону ҷаҳон аз Радиои Озодӣ пешниҳоди шумо мегардад. Имрӯз 16 август аст ва ман Шаълои Гулхоҷа ҳамроҳатон дар барномаи хабарӣ. Нахуст ба сархати мавзӯъҳо таваҷҷӯҳ кунед. селаи паррандаҳо муҳаррикро аз кор баровард. Нишасти изтирории ҳавопаймои ширкати русӣ дар як кишзорро муъҷиза номиданд. زیاد در یاد ندارم که همسرم بعد نشست اضطراری چی گفت. آرامانه ابراز داشت که هواپیما در کشتزار نشست و من باید آنها را به خانه برگردانم. مهر خلبکی در شناسنامه جنایت است. نمایندگی وزارت مهنت در روسیه به مهاجران توجیک هشدار داد. و یک حرکت نادرست تصویرها به هم میزند. آرایشگری جوان توجیک میگوید در برابر هواداران هنرش مخالفان نیز کم نیستند. صورت مثلا با میگم مسلمان‌ها در خیلی ممکنه است کردن خیلی کردن نیست. دیروز هواپیمای شرکتی هوایی اورالسکی авиалинии ҳангоми парвоз ба самти Қрими аз сӯи Русия ишғол гашта ба нишасти изтирорӣ маҷбур шуд. Экипаж ҳавопайморо дар кишзор шинонд. Тибқи иттилои ахир дар ҳодисаи мазкур хушбахтона касе ҳалок нашуд, аммо 76 нафар ҷароҳати сабук бардоштанд. Дар Русия ин ҳодисаро муъҷиза номиданд, вале боз ҳам тафтиши ҷиноии он шурӯъ шудааст. ҷузъиёти мавзӯъ аз Мумин Аҳмадӣ. ساکنان روسیه اکیپاژ هواپیمای ایرباس 321 شرکت هوایی اورال را که بعد برخورد با سیلای پرنده ها توانست نشست اضطراری هواپیما را عملی نماید قهرمان مینامند. به قول آنها نشست اضطراری هواپیما با 233 سرنشینش در یکی از کشتزارهای ناحیه رامینسکی ولایت مسکو معجزه است. تلویزیون دولتی روسیه میگوید هواپیما در تخمیناً 1 کیلومتری فرودگاه بین المللی ژوکووسکی به زمین نشسته است. خدمات هوانوردی روسیه میگوید برخورد پرنده ها باعث قطع کار دو محرک هواپیما شد و پیلوت اول دمیر یوسوپووی 41 ساله تصمیم گرفت چرخهای هواپیما را نکشاده در میدان جواری مکان نشست اضطراری عملی نماید. یکی از مسافران لحظه نشست را به تلفن موبیلش به نوار گرفته است. در نوار دیگر لحظه فرار مسافران از هواپیما دیده می شود. همسر و دو فرزند پیوتر بابین در هواپیمای مذکور عازم سیمفروپل شده بودند. زیاد در یاد ندارم که همسرم بعد نشست اضطراری چی گفت. آرامانه ابراز داشت که هواپیما در کشتزار نشست و من باید آنها را به خانه برگردانم. خدمات نجات به زودی مسافران را با اتوبوس ها به فرودگاه ژوکووسکی انتقال دادند. قوطی های سیاه هواپیما آسیب ندیدند و مفتشان با آموزش پرواز و کار تجهیزات هواپیما شروع کردند. کمیته تفتیشاتی روسیه پرونده جنایی باز نموده است. بعد نشستی اضطراری هواپیمای خطسیر مسکو سیمفروپل بر اساس ماده 263 قسم اول قانون جنایی عمل خلاف قانون استفاده هواپیما تحقیق پرونده جنایی آغاز یافت. در صحبت با رادیوی گاورید مسکو یک ساکن محلی گفت که به احتمال زیاد پرنده ها از پرتابگاهی غیرقانونی می باشند که در کنار فرودگاه ژوکووسکی جایگیر است. اما در صحبت با خبرگزاری تاس منصبداران ولایت مسکو تاکید کردند که نزدیکترین پرتابگاه در 14 کیلومتری فرودگاه قرار دارد. بعد فروپاشی اتحاد شوروی در روسیه اجرای معیارهای پرواز مورد نگرانی عمیق بود، ولی به نوشته خبرنگار رایترز سالهای اخیر روسیه به تطبیق دستورهای پرواز و به ویژه پروازهای بین المللی توجه نشان می‌دهد. баъди ҳангомаи чанд моҳа атрофи иваз кардани шиносномаҳои кӯҳна бо нав ба хотири сабти дубораи симкортҳо муҳлати ин қарор то чанд моҳи дигар дароз карда шуд. зоҳиран тамдид кардани муҳлат аз ҷумла ба хотири наҷоти ширкатҳои мобилӣ аз муфлис шудан аст. зеро дар сурати қатъ кардани миллионҳо симкорт ки бо шиносномаҳои кӯҳна сабт шуданд яқинан миёни ширкатҳо мешикаст. гузориши телевизиони настоящее времяро дар тақдими Каюмар Сиато тамошо мекунем. تنها هر سوم تاجیکستانی توانست که تا 15 август شناسنامه‌های نمونه سال 1996 را به ایدی کارت‌های نو عوض کرده و سیم کارت‌هایش را دوباره ثبت نام کند. هنوز 4 میلیون سیم کارت توسط شناسنامه‌های کهنه ثبت نام شدند. به گفته ساکنان آنها برای نوبت‌پایی طولانی در اداره‌های شناسنامه‌دهی وقت ندارند. بگیرید اوچیرات
وقت نیست ما کار دولتی میکنم وقت نیست 100 سومون کسب اسپردم در نوبت استادیم کردم کی گرفتیم 3 ماه شد گرفتم وقتی چیم سیزن باید کار کنیم کار نکنیم نمیشه اویلا خوردن نکنه پشوندن نکنه به این نمیشه تو ماه دکبر رادیوی وطن امروز گفت نگفت. از این پیشتر مسئولان خدمات علاقه تاجیکستان و وزارت کارهای داخلی گفته بودند که تا مهلت تعیین شده عوض کردن شناسنامه‌های کهنه به نو امکان ندارد. هرچند اداره‌های شناسنامه‌دهی فعالیت خود را تا 14 ساعت کاری به راه ماندند، اما نتوانستند همه خواهشمندان را قبول کنند. از این خاطر مقامات انتظامی برای تمدید کردن مهلت به حکومت تاجیکستان درخواست فرستادند. نمایندگان جامعه شهروندی که مخالف طلبات نو درباره ثبت دوباره سیم کارت‌ها با شناسنامه‌های نو بودند، از تمدید شدن مهلت استقبال می‌کنند، ولی میگویند خود قرار حکومت در این باره غیر قانونی است و مقامات حقوق بنیادی انسان‌ها را نقض می‌کنند. به گفته آنها این یک راه دیگری ستاندن پول از مردم است و معلوم نیست که این مبلغ به جیب کی می‌رود. با وجود آنکه مخالفان این اقدام زیاد بودند، نوابسته از آن که اظهارات زیاد درباره پایمال کردن حقوق ساکنان تاجیکستان صدا داد، ولی باز هم لابی های این گروه کوشش دارند نقش های خود را عملی نمایند. با احتمال زیاد این گونه آیدی کارت ها آمادند و باید فروخته شوند. روز 15 اوگوست با قرار حکومت تاجیکستان مهلت به قیدگیری سیم کارت ها با شناسنامه‌های نمونه نو تا 15 فوریه سال آینده تمدید کرده شد. دیروز در ازمایشگاه جیلوندی وزیر مدافع تاجیکستان همراه با نمایندگان ارتش چین جنبسته تمرین حربی مشترک نظامیان دو کشور را نظارت کردند. مشق‌های مهم نظامی در 3 مرحله به طور نظریوی و عملی دایر گردیدند. جنبسته تمرین را در گزارش شادمانی یتیم می‌بینیم. با انجام رزمایش حربی در بدخشان مقامات تاجیک میگویند از یک طرف آمادگی نظامیان سنجیده شد، از طرف دیگر از تمرین‌های یکجایه با ارتش چین تجربه انداختند. مشق نظامی صبح 12 اوگوست با زدن بانگ خطر با حضور نیروهای حربی و هوایی دفاعی وزارت مدافع در خاروخ آغاز یافته 16 اوگوست در رزمایشگاه جلوندی ناحیه شغنان در بلندی 3500 متر به پایان رسید. ضمن جریان مشق‌های مشترک میان قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان و قواهای مسلح جمهوری خلقی چین باید قید نماییم که از ارتش جمهوری تاجیکستان 3 نوع قشون یا خود قواهای حربی هوایی و مدافع ضد هوایی با چرخبال‌های حربی و نقلیاتی در مشق‌های مشترک فعالان شرکت داشتند. رزمایش مشترک نظامیان تاجیکستان و چین در حال برگزار می شود که وضع در ولایت بدخشان افغانستان هم مرز با تاجیکستان و چین ناآرام به نظر می رسد. گروه طالبان در این ولایت چند منطقه را سالها باز در اختیار دارند. از سوی دیگر طبق اطلاع خبرگزاری ها جنگجویان اویغور مخالفی حکومت چین و جنگجویان از تاجیکستان نیز در برخی از منطقه های این ولایت هستند. برخی کارشناسان میگویند هرچند ارتش تاجیکستان تجربه جنگ داشته و به تنهایی از حفظ سرحد میبراید، چنین مشق‌های مشترک میتواند برای پیشگیری از تهدیدهای فرامرزی منطقه مساعدت کند. پیش از همه آن دشمنی که روز در سطح بین خلقی است، این دشمنی تروریسم بین خلقی است و این مشق‌های مشترک بین تاجیکستان و بین جمهوری چین به مقابل همین دشمن را کرده شده است. همین چیز یک تکان می‌دهد که یک کشور تنها نیست، کشورهای گوناگون در اطراف هم هستند، یک جهان می‌کنند که فعالیت کنند به مقابل همین دشمن‌ها. چنین رزمایش مشترک نظامیان تاجیکستان و چین ماه اکتبر سال 2016 نیز در ولایت مختار کوهستان بدخشان دایر شده بود. چین از جدایی طلبان اویغور نگران است و با تاجیکستان درباره پیشگیری از افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و جدایی طلبی سازشنامه امضا کرده است. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه. همکاری های تاجیکستان و چین که تعریفش را حالا شنیدیم بارها باعث نگرانی های کارشناسان شده است، زیرا چین به زمین های کشورهای همسایه به طور جدی
چشم انداخته است. چند سال پیش تاجیکستان 1000 کیلومتر مربع زمین دوایی را به چین داد که واکنش ها را به بار آورده بود. و حالا رو می‌آوریم به یک تمرین دیگر، دقیق‌ترش به بازی اربی در روسیه که در آنجا نظامیان تاجیک برای از پا درآوردن رقیب مجازات شدند. در نواری که تلویزیون کراسنای زویزدا پخش نموده است می‌بینیم که اثنای پایگاه تانک دسته تاجیکستان که با سرعت تیز حرکت داشت از پهلو به تانک دسته اوگاندا برخورده تانک رقیب را کورنشویم کرد. برای این دسته تاجیکستان را از حق ادامه بازی محروم نمودند. بازی‌های اربی 2019 در روسیه 3 آگوست شروع شده تا به 17 آگوست ادامه می‌کند. در این بازی‌ها دسته‌های 19 کشور شرکت دارند. نمایندگان وزارت مهنت تاجیکستان در روسیه به مهاجران هشدار داده است در شناسنامه‌هایشان مهرهای قلبکی عبور مرز نگذارند. در عکس حال به صاحب شناسنامه تا 2 سال زندان تهدید می‌کند. ابراهیم احمدی سخنگوی نمایندگی با پخش یک اظهارات گفت هر نفری که سرحد را می‌گذرد در بازه مقامات مرزی عکس الکترونیش ثبت می‌گردد. برای همین باید مهاجران در هیچ حالت شناسنامه خود را برای گرفتن مهر امور سرحد و کارت مهاجرتی تازه به میان روان ندهند. مهاجران تاجیک بنابر گران بودن نرخ پتنت هر 3 ماه از خاک روسیه به قزاقستان می‌گذرند و دوباره همان روز به روسیه وارد می‌شوند. بینندگان عزیز، اگر در این شب روز در میدان‌های ورزشی کشور در سر مخلصان نقاشی رمز و یا پرچم دولتی تاجیکستان را ببینید حیران نشوید. این محصول کار یک آرایشگر جوان تاجیک است که برای خواهشمندان در موی سرشان زیبایی می‌آفرد. همانگونه که همکارم شعلوی عبدالله میگوید در برابر نورسان و جوانان تاجیک منصبداران نیز از مشتریان این آرایشگر بودند. بگدن با آرایش موی میان نورسان و جوانان معروف است. خصوصا رمز پرچم و نشان ملی به گفته او به بعض جوانان و نورسان پسند می آید. آدمایی که تاجیکستان دوست می‌دارن میگن که ما دائما خیلی کشیم. بسیار کس میکنن خیلی کاریم. فلاگ تاجیکستان مثلا یکی یگان پرچم یگان چی کشت گفته بسیار کس می‌داره. تصویر این نقش‌ها در سر انسان آسان نیست، زیرا یک حرکت نادرست می‌تواند تمام زحمت سرتراش را برباد دهد. این зависит от стрижка да کار کار. میشد که 15 دقیقه، میشد که نیم ساعت، میشد که 20 minút. سرتراشخانه او در مرکز دوشنبه است و هر روز موی از 10 تا 15 نفر را آرام می‌دهد. بگدن نه تنها سر نورسان و جوانان را به رمز و پرچم تبدیل می‌دهد، بلکه هر چیزی که خواستند آن را در سرشان به قوله می‌کشد. صورت نشون می‌ده، ویدیو نشون می‌ده، هم خیلی مدام خیلی استریشکات می‌دم، خیلی کاش می‌گرد. بگدن این کسب را با راهنمایی بابایش انتخاب کرد. آرزوی میلیسه شدن را داشت. من کسب واقعا اینترس نداشتم. یک ماه یاد گرفتم. از 15-16 سالگی من уже 9 سال شد استادی میکنم. 7 سال روسیه با کار کردم. اما حالا از این انتخاب راضی است. وقتی میکشم نگاه نکردم میکشم ده از دلم داد خیلی. در برابر هواداران هنرش که نسبت دیگر آرایشگران مردان فرق میکند مخالفان زیاد هم دارد. زاقورت هم میکنه هر چی مینویسن. روی همین صورت مثلا با میگم مسلمانان خیلی ممکنه است کردن. خیلی کردن نیست گفته بسیار کس گپ میزنند. بگدن حالا در میان منصبداران هم مشتری زیاد دارد. ضمن کوتاه کردن موی سر آنها احتیاط میکند. سریوزنی بعد خیلی گپی گفتن داشت میترسیم که یگان چی کشیم که عصر 21 گفتن داشت میترسیم. روایت نمی. میخواهد در آینده در دوشنبه چند مرکز دیگری آرایش موی داشته باشد. مطلب آخری برنامه امروز بود. گزارش‌های دیگر را میتوانید در کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. اخبار روز در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org دسترس است. مطالب ما همچنان در شبکه‌های اجتماعی نیز هستند. بینندگان عزیز برایتان استراحتی با فراغت می‌خواهیم تا ملاقات در هفته نو. خدا نگهدار هر یک شما.